ما زیاد جواب دادیم از این شبهه، از علمای قدیمی ما از قدیم به این جواب دادن و ما هم خیلی خلاصه به این شبهه جواب میدیم تا به هر حال ببینیم چقدر اینا واقعا مرد هستند و میتونن جوابهای ما رو هم نقد کنن. اصلا ما میپذیریم این ازدواج رو، چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ آیا این ازدواج ثابت میکنه که خلیفه دوم مثلا مسلمان بوده؟ میتونه همچین چیزی رو ثابت کنه؟ خب اگر اینو بپذیرید شما، باشه پذیرفتید، چرا بحث حضرت ابوطالب علیه السلام که میرسه شما اسلام ابوطالب و ایمان ابوطالب رو قبول نمی کنید، با اینکه همسرش حضرت فاطمه بنت اسد جز اولین زنهای، دومین زن بعد از حضرت خدیجه است که ایمان آورده، تا آخر عمرش هم مؤمن بوده و تا آخر عمر حضرت ابوطالب علیه السلام هم همسرش بوده. خب اگر ازدواج یک مسلمان با یکی دیگه دلیل بر اسلام اوست، دلیل بر ایمان اوست، خب ایمان ابوطالب رو هم بپذیرید، چرا اونجا نمیپذیرید؟ یک سوال. یا دختر پیغمبر زینب، دختر بزرگ پیغمبر، حالا میگید دختر پیغمبر بوده شما، شوهرش ابوالعاص بن ربیع تا آخر عمر ایشون تا بعد از هجرت مسلمان نبوده. ابوالعاص تا بعد از هجرت، آقای ابوالعاص بن ربیع تا بعد از هجرت، تا جنگ بدر علیه مسلمان ها شمشیر کشید. در جنگ بدر حاضر بود، علیه مسلمان ها شمشیر کشید، اسیر شد، در سپاه مشرکین بود، اسیر شد و بعدم با جزیه‌ای که حضرت زینب دختر پیغمبر فرستاد آزاد شد. با اون فدیه‌ای که فرستاد، گردنبند حضرت خدیجه رو فرستاد پیغمبر، به هر حال یاد خاطرات حضرت خدیجه افتاد، اون گریه کردن، به هر حال آزاد شد. خب آیا دلیل بر این هست که مسلمان بوده ابوالعاص چون با دختر پیغمبر ازدواج؟ دختر پیغمبر قطعا مسلمان بوده. خب این دلیل اول که اصلا دلیل بر اسلام شخص نیست. ازدواج خیلی ممکنه مسائلی باشه به هر حال این ازدواج صورت گرفته باشه، همونطوری که در قرآن کریم ما میخوانیم دختران خودش رو به کفار، به فساق، اون به هر حال اونایی که از قومش بودند و فاسق بودند و منافق بودند و کارهای زشت میکردند که خدا بر اونها عذاب نازل که به اونها پیشنهاد کرد. این در دو جای قرآن کریم آمده. حالا من یکی از اونها رو خدمتون نشون میدم. در سوره مبارکه هود آیه شماره 78 که و جاء قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتی، اینا دختران من هستن. باز اگر واقعا شما اینا براتون پاکتر هست، اگر شما میخواید قصد ازدواج دارید، خب این کارهای زشت رو دست بردارید، با دختران من ازدواج کنید. باز سوره مبارکه هجر آیه شماره 71 باز اونجا حضرت لوط علیه السلام میگه قال هؤلاء بنات ان کنتم فاعلین، شما اگر واقعا دنبال این مسائل هستید، اینا هم دختران من هستن، بیاد با اینا ازدواج کنید. پس دلیل بر این نمیشه که یک طرف حتما مسلمان باشه. در زمان اضطرار حتی ازدواج با این وضعیت با یک کافر، با یک فاسق، حالا کافر بودن یا فاسق بودن، به هر حال جایز هست. پس دلیل بر خوب بودن شخص نیست.